خب متوجه باشین در درس قبلی ما ورد اینترفیس خواندیم، همون شکل ظاهری برنامه ورد امروز آشنایی پیدا کردیم و به می ترتیب پرپوز ورد که با کدام هدف ما برنامه ورد استفاده میکنیم و بعضی مسائل مهم در برنامه ورد خواندیم. در درس امروزی چیزی را که میخوایم امروز براتون کار کنم در رابطه با پاراگراف و استایل انشالله صحبت میکنیم. اما قبل از این ما در درس گذاشتم در رابطه با باز کردن برنامه ورد صحبت کردیم که ما چگونه میشه که برنامه ورد را باز کنیم. من میخوام این درس گذشته را یک دفعه باز مرور کنم و بعد از میریم به درس بعدی به ادامه درس. ما 5 طریقه را خواندیم که میشه توسط 5 طریقه برنامه ورد را باز کنیم. یک از اون طریقه طوری بود که شما فقط ویندوز کی را با آر میگرفتین و به این ترتیب رن باز میشد و شما در اینجا وین ورد نوشته میکردین و انتر میکردین، بنان به این ترتیب برنامه ورد باز میشد. و طریقه دیگه که ما میتونستیم برنامه ورد باز کنیم اگر ما ویندوز ای کنیم که مای کامپیوتر باز شود، شما میشه در قسمت بالا وین ورد سرچ کنین و به می ترتیب هم برنامه ورد باز میشه. پس این طریقه دوم شد. طریقه سوم که میشه از طریقه CMD استفاده کنیم، شما در ویندوز آر CMD را سرچ میکنین و باز در این قسمت شما فقط نوشته میکنین start وین ورد، بنان start وین ورد که نوشته کنین برنامه ورد باز میشه. این طریقه بعدی و طریقه بسیار ساده شما میشه که در این قسمت استارت بتن کلیک کنین و بعدا در اینجا وین ورد نوشته نمیکنین بلکه ورد نوشته میکنین، ورد نوشته میکنیم و بعد از اون برنامه ورد باز میشه. خب این طریقه دیگه باز کردن برنامه ورد شد. فقط یک طریقه دیگه ماند که ما بر شما گفته بودم شما میشه توسط یک شارتکت هم برنامه ورد باز کنین و اون شارتکت ما خودم به شکل آپشنال خودم انتخاب کردیم به برنامه ورد که شارتکت است کنترل آلت دبلیو. اگر ما کنترل آلت دبلیو را پرس کنم پس برنامه ورد باز میشه. اما این که ما این شارتکت ما خودم به این شکل انتخاب کردیم، شما میشه که به شکل کنترل آلت اچ یا ام یا حرف دیگه را انتخاب کنین. طریقه از این که شما چگونه این شارتکت را انتخاب کنین آسان است. شما میرین در قسمت استارت بتن اگر ورد نوشته کردین روی ورد رایت کلیک کنین، برین در قسمت اوپن فایل لوکیشن خود ورد پیدا کنین. بعدا وقتی که لوکیشن ورد پیدا کردین شما روی ورد رایت کلیک کنین و برین در قسمت پراپرتیز. خب در قسمت پراپرتیز که رفتین بعدا شما اینجا میبینین یک شارتکت کی وجود داره که ما اینجا کنترل آلت دبلیو گرفتیم. میشه که شما این تغییر بدین با کنترل آلت مثلا حرف ال من نوشته میکنم. پس بعد از اینکه اوکی کنم دیگه شارتکت تغییر میکنم، ما با فشار دادن کنترل آلت ال میشه برنامه ورد خود باز کنم. پس با شارتکت ما برنامه ورد خود باز میکنم کنترل آلت ال. خب بلانک داکومنت باز کردیم، یک صفحه خالی است. در اینجا من مثلا یک نوشته میکنم، یک چیز را میخوایم نوشته کنم. مثلا ما میخوایم در رابطه با افغانستان یک راپور نوشته کنم مساوی رند قوس باز قوس بسته انتر. پس به این شکل ما یک راپور دارم. متوجه باشین زمانی که ما یک نوشته میکنیم در برنامه ورد بعضی قواعد را باید در نظر بگیریم. همیشه زمانی که ما تایتل نوشته میکنیم و بعد از اون متن می داشته باشیم، همیشه باید متن ما همراه با عنوان متن ما باید فرق داشته باشه. یعنی عنوان متن ما باید از لحاظ سایز یا اندازه بزرگتر باشه و به می ترتیب فونتش یعنی فرق میکنه. ما مثلا چیکار میکنیم؟ پس این عنوان متن ما افغانستان ما را سلیکت میکنم و این اگر ما بولد کنیم شارتکتش هم ما در درس گذشته خواندیم که میشه کنترل بی. پس این بولد میشه و در این قسمت هم شما میبینید که انکریز فونت سایز است، یعنی ما میشه که فونت سایز خود زیاد بسازیم. خب ببینید در این قسمت عددش هم نوشته میشه که 12 شد این 14 شد. پس به این ترتیب ببینید میبینید که خود متن ما نوشته متن ما با نوشته عنوان ما فرق کرد. یعنی واضح معلوم میشه که عنوان ما افغانستان است و دیگه متنی که نوشته شده و دیگه در رابطه با افغانستان معلومات ارائه شده. خب این کار انجام دادیم و دیگه کاری که میخوایم امروز دیگه انجام بدیم. شما ببینید اگر ما بخوایم در خود نمی برنامه بعضی از قسمت ها را بعضی از پاراگراف ها را از جای خود انتقال بدیم به جای دیگه، یعنی ما کات کنیم کاپی یا پست کنیم. ببینید مثلا ما این متن پاراگراف اول را که نوشته کردیم، مثلا ما میگم که این پاراگراف که در اینجا نوشته شده این مناسب در اینجا نیست، این پاراگراف باید در آخر می بود. پس چی کار میکنیم؟ شما میگیرین کرسر ماوستون میگیرین این مکملا سلیکت میکنین. وقتی که سلیکت کردین باز بیاین در قسمت این پنل کلیپ بورد در این قسمت میبینین نمی آیکون قچی را که داره، شما روی از این اگر کلیک کنین دیگه این شارتکت شما کنترل ایکس است، این کات میکنه. ببینین کلا پاراگراف پاک شد، پاراگراف کات شد ولی وجود داره. شما میشه که پس مثلا کرسر ماوس خود اینجا انتقال بدین، ما مثلا میخوام اینجا باشه، پس میایم اینا لی دفعه روی پست
روی پست کلیک میکنم. پس پاراگرافی که در سمت بالا بود و پاراگراف ما تونستیم به سمت پایین انتقال بدیم توسط کات و پست. ولی بعض وقتا مثلا ما ببینید اینی پاراگراف اول وجود داره، ما اینی پاراگراف میخوایم که کپی کنم، یعنی این پاراگراف یک کپی دیگه شو میخوایم در آخر باشه، چون این متن مثلا بسیار متن مهم است، میگم که چند بار وجود داشته باشه. پس این متن اگر ما بخوایم کپی کنم میایم در این قسمت این آیکن قچینه یا آیکن دومی که است شارکت شما میشه کنترل سی، روی آیکن شما کلیک کنین، بعدا کرسر ماوستون انتقال بدین هر جایی که میخواین کپی کنین. مثلا من در این قسمت پست میکنم، شما میاین روی پست کلیک میکنین و متوجه باشین که شارکت پست هم است کنترل وی، یعنی کات میتونیم توسط کنترل اکس کات کنیم، توسط کنترل سی کپی کنیم و توسط کنترل وی میشه که پست کنیم. پس این بسیار مهم است. مثلا ما میخوایم که یک راپور دیگه هم در رابطه با افغانستان نوشته کنم پایین، مثلا من این عنوان کار دارم، این عنوان میخوام کپی کنم، پس شما عنوان فقط بگیرین سیلکت کنین، این دفعه نظر به شارکت پیش میرم، کنترل سی میکنم، این کپی شد و بعد از اون میایم کرسر ماوس خود اینجا انتقال میتونم، میره کنترل وی میکنم و این پست شد. پس شارکت ها را خوب است که یاد داشته باشین، نظر به شارکت ها میشه که ما کار خود بسیار سریع انجام بدیم. خب این کار شد. اینال مثلا اگر ما بخوایم که یک متن بدری نوشته کنم، مثلا اینی متن است، این ما مکملا پاک میکنم، سیلکت میکنم و این پاک میکنم. مثلا من میخوام یک متن به زبان دری نوشته کنم. پس وقتی که شما یک متن به زبان دری نوشته میکنین، یک چیز متوجه باشین که شما باید دایرکشن در قدم نخست چنج کنین. دایرکشن به این معنا ببینید ما یک اینی قسمت دایرکشن داریم که دایرکشن فرعی است و یکم در این قسمت بالا است که رایت تو لفت و لفت تو رایت تکست دایرکشن است که اینی دایرکشن باز به نام دایرکشن اساسی یاد میشه. ما اگر این دایرکشن به راست تبدیل بکنیم و چیز رو نوشته کنیم، اصلا امو دایرکشنی که به زبان دری باید تبدیل شه تبدیل نشده، چون ما دایرکشن فرعی رو فقط تبدیل کردیم. پس وقتی که شما میخواین به زبان دری نوشته کنین یا به زبان پشتو، بیاین در این قسمت کرسر ماوس را که میبینین اینی قسمت رو هم تغییر بدین، رایت تو لفت تکست دایرکشن انتخاب کنین، یعنی شما میخواین از سمت راست به سمت چپ نوشته کنین. باز از اون بیاین در این قسمت میبینین شما میخواین که به سمت راست نوشته کنین، کنترل آر شارتکتش است، یعنی کرسر ماوس رو به سمت راست انتقال میده. اما اگر ما اگر چیزی بخوایم نوشته کنم، ببینید به حروف انگلیسی نوشته میشه، ما باید به زبان دری نوشته کنم. اصلا اولا زبان دری در کامپیوتر ما اد شده، شما اگر زبان دری یا زبان پشتو در کامپیوترتون نباشه، از سیتینگ از خدمات لنگویج میشه که شما اون زبان رو اد کنین. اما حالا چون زبانای دری و پشتو وجود داره، فقط شارتکت ازی که شما زبان رو تغییر بدین، آلت شیفت پرس میکنین، پرس کنین آلت شیفت، زبان اتومات از انگلیسی ببینید در قسمت پایین اگر ببینید به زبان دری تبدیل شد. اگر من دوباره آلت شیفت پرس کنم به زبان پشتو تبدیل شد، دوباره آلت شیفت به زبان انگلیسی. اگر شما آلت شیفت نمیکنین میشه که بیاین کرسر ماوس رو بیاین در قسمت پایین تاسک بار روی خود زبان کلیک کنین، ببینید ما اینجا سه زبان وجود داره، زبان انگلیسی، دری و پشتو. از این قسمت شما میشه که زبان مورد نیاز خود انتخاب کنین. من زبان دری رو انتخاب میکنم و در این قسمت مثلا نوشته میکنم در رابطه با دیپارتمنت آبرسانی و انجینیری محیط زیست، مثلا من یک چیز میخوام نوشته کنم. پس این ببینید اینال درست شد. من نوشته خود را به خاطر از اینکه با زبان دری نوشته میکنم، اما دایرکشن اصلیش دایرکشن اساسی را به سمت راست تبدیل کردیم. پس من هر متن که نوشته میکنم از سمت راست به سمت چپ نوشته میشه، بسیار به شکل منظم. خب و یک چیز دیگه را به یاد داشته باشین، بعضی وقتا مثلا ما یک متن داریم، میبینین این متن ما منظم نیست، مثلا میخوایم که عنوان متن ما در مرکز باشه و به می ترتیب تکست ما متن ما به سمت راست باشه به شکل منظم. پس چی کار میکنین شما؟ کرسر ماوستون رو میارین در این قسمت که ما نوشته کردیم دیپارتمنت آپراسیونی و انجینری محیط زیست، این رو میخواین شما به مرکز انتقال بدین. پس شما چی کار میکنین؟ حالا این دفعه از این دایرکشن های فرعی استفاده میکنین. میاین در این قسمت که کنترل ای شارتکتش است، این متن عنوان شما را به مرکز میاره یا متن شما را به مرکز میاره. شما اگر روی ازی کلیک کنید ببینید که عنوان مکملا به مرکز آمد. و ببینید اگر این متن ما باشه و این متن ما بخوایم که به سمت راست باشه به شکل منظم، شما چیکار کنین؟ بیاین اینی دایرکشن سمت راست انتخاب کنین که از راست به چپ باشه به این شکل. پس میشه که شما متن خود ادامه بدین. شارتکت های از ایران باید داشته باشین. همیشه بخواین که شما متنتون به سمت راست نوشته شود، شما کنترل آر را پرس کنین، کنترل آر دایرکتلی میره به سمت راست. اگر بخواین که به مرکز بره شما کنترل ای را پرس میکنین و اگر بخواین که به سمت چپ بره شما کنترل ال پرس میکنین. پس این سه شارتکت دیگه هم باید باشه، کنترل آر، کنترل ال و کنترل ای. مثلا ببینید این قسمت رو ما پس میخوایم که به سمت چپ انتقال بدم، فقط کنترل ال پرس میکنم، کنترل ال به سمت چپ رفت، کنترل ای به مرکز و کنترل آر به سمت راست. پس این دایرکشن های فرعی که بسیار کاربرد داره، ایران خوب است که شارتکت هایش یاد داشته باشین.
خب یک موضوع دیگه هم هست. ببینید ما بعضی شارکت ها رو در اینجا براتون نوشته کردیم که شارکت ها بسیار استفاده وسیع دارم. ببین بعض شارکت هاست ما میخوایم رویش صحبت کنم و براتون به شکل عملی هم کار کنم. ما شارکت اولی کنترل A است، از این هم یک استفاده وسیع داره، ما اکثرا از این استفاده میکنیم. کنترل A سیلکت آل میکنه. اگر مثلا در برنامه ورد خود ما هر چقدر متن داشته باشیم فقط اگر کنترل A را پرس کنیم کلش سیلکت میشه، تمامش همزمان سیلکت میشه. یعنی ما نیاز به این نداریم که کرسر ماوس خود انتقال بدیم کلا ورد سیلکت کنیم به شکل مانولی، فقط کنترل A را پرس میکنیم اتومات سیلکت میشم. خب شارکت دیگه کنترل C است که شما میشه یک متن یک نوشته را کپی کنین فقط کنترل C را پرس کنین، و کنترل X میشه شما نظر به کنترل X یک متن کات کنین از اونجا بگیرین پاک کنین و به سمت دیگه به یک جای دیگه بزرگ میشه که شما کنترل V را پرس کنین و را پست کنین. خب کنترل B متن شما را ضخیم‌تر میسازه، بولد میکنه. کنترل آی ایتالیک میکنه، متن شما را شکسته میسازه. کنترل یو اندرلاین زیر متن شما یک خط میکشه. کنترل آر کمیال روی صحبت کردیم، متن شما را دایرکشنش تبدیل میکنه به سمت راست میبره. کنترل ال دایرکشن متن شما را به سمت چپ میبره و کنترل ای هم که است متن شما را به مرکز میبره. پس این تمام شارکت هایی که موجود است ما تمام شنال عملی در برنامه ورد روش کار میکنم. خب ببینید ما میخوایم روی از این کار کنم. مثلا اولا گفتیم که ما اگر یک متن داشته باشیم، ببینید این متن ما وجود داره، متن ما کلا بولد است. ما میخوایم مثلا این متن کلا سیلکت کنم. شارکت اولی بود که ما چگونه میشه که سیلکت کنیم، سیلکت آل بود. فقط شما کنترل A را پرس کنید. ببینید کنترل A را که ما پرس کنم کل متن ما اتومات سیلکت شد. پس ما کل متن خودم مثلا میشه که سایزش چیکار کنم، خرد بسازم. از اینجا میایم سایزش خردتر میسازم. این کار کردیم. دیگه گفتیم که میشه که ما توسط کنترل C یک قسمت از متن خود را کات بسازیم. مثلا ما این قسمت دیپارتمنت اف واتر سپلای میخوایم کنترل X کنم، از اینجا کات میکنم، میگم در این قسمت باشه. مثلا کرسر ماوس خود اینجا انتقال میتم، کنترل V اینجا بک اسپیس میکنم، این قسمت عنوان متن ما باشه. پس اینم کات کردیم و اگر کپی کنیم این متن شما سیلکت میکنین، کنترل C میکنین و در این قسمت میخوایم پس پیستش کنیم، کنترل V میکنین. خب این متن شما ببینید کلا بولد است، کلا به شکل ضخیم است. شما اگر میخواین که بولد از این طرف کنین فقط شما کنترل B رو پرس کنین. کنترل B هم بولد میکنه و هم پس میشه که شما بولد کماند او طرف کنین ازش. مثلا این متن ما میخوایم کلا بولد باشه فقط کنترل B رو پرس کنین و اگر میخواین که این متن تون هم بولد باشه و هم شکسته نشه شده باشه کنترل آی پرس کنین. ببینید به شکل شکسته نشه شد. و اگر میگین که روی زیر متن شما یک خط نشه شود شما فقط کنترل یو رو پرس کنین. ببینید که با این از چی است، یک خط نوشته شد. و این اندازه‌ش می‌بینید ما با یک شارکت دیگه اندازه از زیر بزرگ کردم و شکل اتومات کنترل شیفت و پولی ام کس دو بٹن است که یکیش انکریز میکنه فونت سایز، دیگه‌ش هم دیکریز میکنه. مثلا ما این سیلکت کردیم، ببینید کنترل شیفت میگیرم امرا بو بٹنا انکریز میکنه و دیکریز میکنه فونت سایز ما را. خب پس هدف ما فقط دی بود که بر شما بولد نشان بدیم، ایتالیک و اندرلاین نشان بدیم. و موضوع بعدی که ما در رابطه با شارکت صحبت کردیم در شارکت موجود بود، خب روی الاینا بود. در رابطه با الاین هم صحبت کردیم. مثلا ببینید که اگر مثلا ما اینجا یک عنوان داشته باشم، اینجا یک انتر میکنم و یک عنوان برازی میتونم که افغانستان. یعنی عنوان مثلا اگر بخوایم که در مرکز باشه شما چیکار میکنید؟ کرسر ماوس اون اینجا باشه، کنترل ای را پرس کنید به مرکز میره، کنترل ال به سمت چپ، کنترل آر به سمت راست. پس هم شارکت هایی بود که به شکل پرکتیکال کار کردیم و شما مفهومش فهمیدین. اینا رو میخوایم کلا پاک کنم، کنترل ای سیلکت آل شد، بک اسپیس میکنم کلا پاک شد. پس هم موضوع بعدی. خب یک موضوع دیگر هم به یاد داشته باشین. مثلا ما میخوایم که در رابطه با یک موضوع صحبت کنم، مثلا دیپارتمنت اف واتر سپلای میخوایم صحبت کنم، یا مثلا نوشته میکنم که مثلا عنوان اینمی است که بیاین که درس عملی رو شروع کنیم. Let's start practical lesson. و در این رابطه مثلا ما میخوایم که مساوی رندوم داشته باشم به این شکل. خب این متن میخوایم یکم ترتیب بتم. متنش که است، متن کدام
خصوصیاتی که متن گرفته و فرمت‌هایش پاک می‌سازم. مثلا کنترل بی میکنم که ضخیم نباشه، کنترل یو که زیرش خط نباشه و کنترل آی میکنم که ایتالیک هم نباشه و فونت سایز از اینم از شارکت کم میکنم، یا میشه که فونت سایز از شما نظر بین می آیکن کم و زیاد بسازین. پس به این شکل ما یک متن داریم. خب اینال در این قسمت یک چیز مهم است. ببینید عنوان ما منظم نیست. عنوان مشکل در این است که شما میفهمید نظر به قواعد گرامری که عنوان وقتی که نوشته میشه کلا حروف هر کلمه باید حرف اولش چی باشه؟ حرف بزرگ باشه. اما اینجا شما ببینید استارت با حرف خرد شروع شده. شما چی کار میکنید وقتی که میخواین که حرف اولین حرف هر کلمه شما بزرگ شوه؟ شما نیاز به این ندارین که شما اینا رو بگیرین که سلیکت کنین الا پاک کنین الا بزرگ بسازین. این وقت شما رو میگیره، بسیار وقت گیر است. شما چی کار میکنین؟ فقط متن سلیکت میکنین، عنوانتون میاین در این قسمت در چنج کیس روی چنج کیس کلیک میکنین، فقط میگین که برش کپیتالایز ایچ ورد، یعنی هر کلمه را حرف اولش چیکار کنه؟ بزرگ بسازه. پس اینا میبینید که هر حرف اول هر کلمه چی شد؟ بزرگ شد. یا بعضی وقتا شما مثلا اینمی متن را که نوشته کردین، فرضاً من این متن مثلا کلا با زبان انگلیسی با حروف بزرگ نوشته کرده باشم، مثلا میگم که ویدیو پرووایدز یا هر چیز دیگه ای که وجود داره به این شکل. اینا ببینید بعضی وقتا شما فکرتان نمی باشه به خاطر از اینکه شما کپس لاک گرفتین، کپس لاک آن است، کلا متن شما با حروف بزرگ نوشته شده. حالا خب وقتی این اشتباه شما صورت گرفت ولی میخواین که پس رو با حروف کوچک نوشته کنین، اگر نال رو پس پاک میکنین با حروف کوچک نوشته میکنین خب بسیار وقت گیر است. شما چی کار میکنین؟ فقط این متن رو سلیکت میکنین که با حروف بزرگ نوشته شده. شما این رو سلیکت میکنین، میاین در قسمت چنج کیس میگین که لوور کیس کلا با حروف کوچک شو، کلا با حروف کوچک تبدیل میشه. پس تشویش نداشته باشین اگر کدام وقت از شما متن کلا با حروف بزرگ نوشته میشه او را پاک نکنین، مشکل نداره. مثلا این متن است کلا مثلا این ما با حروف بزرگ میخوایم نوشته شود با اپر کیس، کلا میبینین با حروف چی نوشته شد؟ بزرگ. پس به این شکل است. و اگر پس را بخوایم که تبدیل کنم شما میاین در این قسمت چنج کیس. در چنج کیس چند موضوع است میخوایم کلش اینا پس به ترتیب روی صحبت کنم. ببینید وقتی که شما با چنج کیس میاین اولین گزینه‌ای که وجود داره سنتنس کیس است. سنتنس کیس چی هدف داره؟ معنا داره. اگر ما بخوایم سنتنس کیس رویش کلیک کنیم ببینید سنتنس کیس یک خوبی دایی داره که امو قواعد گرامری را مراعات میکنه. قواعد گرامری زبان انگلیسی داری است که شما زمانی که یک جمله را آغاز میکنید باید حرف اولی که جمله آغاز میشه آغازین جمله باید حرفش چی باشه؟ بزرگ باشه. و زمانی که ببینید این قسمت دات آمده درست است کرسر ما یعنی یک پوینت چی آمده یک پریود آمده که شما اینجا باید توقف کنین. بعد از وقتی که جمله ختم میشه جمله دیگه که باز آغاز میشه آغازین جمله باز باید حرف اولش چی باشه؟ بزرگ باشه. پس سنتنس کیس وقتی شما انتخاب کنید این قواعد گرامری را خودش مراعات میکنه. اما اگر من این پاراگراف سلیکت کنم و بیایم در قسمت چنج کیس و اینجا من مثلا فقط لوور کیس انتخاب کنم، لوور کیس بازی قواعد گرامری را مراعات نمیکنه. میبینیم که جمله ما با حرف تو آغاز شده با حروف تی او، این تی باید حرف اولش بزرگ می بود به خاطر از اینکه آغازین جمله است دیگه، جمله ما باید با حرف بزرگ آغاز شود. اما به خاطر که لوور کیس انتخاب کردیم و دیگه کلا حروف چی کار کرده؟ خرد ساخته. و در این قسمت هم ببینید که جمله ما ختم شده. در این قسمت فور که با حرف اف آغاز شده، اف هم حرف اولش چی است؟ کوچک است که این قسمت هم اونم قواعد گرامری مراعات نشده. پس این خوب است. بعضی وقتا اگر شما استفاده میکنید کل کلمات بر شما با حروف خرد میسازه. خب میایم در قسمت چنج کیس دیگه چیزی که وجود داره اپر کیس. اپر کیس باز دیگه تمام حروف را حروف بزرگ میسازه و تمام کلمات رو براتون با حروف بزرگ تبدیل میکنه. و میایم به موضوع بعدی کپیتالایز ایچ ورد که این معمولا در عنوان‌ها استفاده میشه. شما زمانی که عنوان نوشته میکنید باید هر کلمه‌تون با حرف بزرگ آغاز شده باشه. میشه در اینجا استفاده کنیم. اینا میبینیم که هر کلمه‌ای را که نوشته شده با حرف بزرگ است، دیگه تمام کلماتی که در ادامه اون کلمه است، تمام حروف که در ادامه اون کلمه است با حروف کوچک است. خب این معمولا پیشترم گفتم که در عنوان‌ها بهتر استفاده میشه، مثلا که در این قسمت من بیشتر استفاده کردم. خب اینم موضوعش فهمیدیم. میایم در قسمت چنج کیس. موضوع بعدی چی است؟ تاگل کیس که برعکس یا معکوس سنتنس کیس است. این اگر من انتخاب کنم ببینید برعکس سنتنس کیس است. ما در سنتنس کیس گفتیم که حرف اول با حرف اول جمله با حرف بزرگ آغاز میشه دیگه تمامش با حروف کوچک. این برعکس حرف اول را کوچک دیگه تمام حروف چی؟ بزرگتر. خب این برعکس سنتنس کیس است. پس خوبتر چی است که متن ما با سنتنس کیس باشه که قواعد گرامری را مراعات کرده باشه. پس از این لحاظ زمانی که شما اگر یک جمله یک پاراگراف با حروف بزرگ نوشته میکنین نیاز به این ندارین که شما پس را پاک کنین، مشکل نداره. شما میشه که از این چنج کیس استفاده کنین و متنتون پس تبدیل بکنین. خب میایم به قسمت دیگه. در این قسمت اگر ما مثلا ما یک تایتل تبدیل میکنم، مثلا نوشته میکنم در رابطه با
خب ببینین یک چیز متوجه باشین، ما مثلا اگر میخوایم که اینمی متن که در اینجا نوشته کردیم اینی متن خودم ما پرینت بسازم، پس اگر ما پرینت بسازم آیا ای مرتب است، منظم است که میره پرینت کنم؟ شما چی کار کنین وقتی که میخواین این رو ببینین که برای پرینت آماده است یا نه؟ وقتی که شما این رو پرینت میکنین شارتکت پرینتی است که شما کنترل پی رو پرس کنین. ما اگر کنترل پی رو پرس کنم ببینید در اینجا یکان مشکلات وجود داره. اگر ما این پرینت کنم یکم مشکل است. میبینین مشکل در چی است؟ سمت راست اگر ببینین منظم است، سمت چپ البته سمت چپ مرتب به این است که مارجین در نظر گرفته شده و کلا به شکل منظم است. اما این سمت راست میبینین اینی حروف یکم عقب است و این حروف کم پیش آمده، به می ترتیب اینی حروف منظم نیست. سمت راست ما مکمل جستیفای نشده. پس به خاطر از اینکه ما این را پرینت کنم باید مکملا برنامه ورد نمی متن خود جستیفای بکنم. چون جستیفای میکنیم شما بیاین اینمی متن خود سلیکت کنین. شما اگر این متن متوجه باشین در قسمت می پنل پاراگراف یک آیکن وجود دارم. این قسمت دایرکشن پالی دایرکشن آیکن است که می دراپ داون از او برین در قسمت جستیفای. روی جستیفای اگر کلیک کنین ببینید می سمت راست هم کلا چی شد؟ مرتب شد. کلا تمام کلمات زیر نمو کلمات آمد. پس اینا اگر ما این را پرینت کنیم بسیار به شکل منظم و مرتب میاد. سمت چپ پیشترم براتون گفتم که خودش مرتب بود به خاطر از اینکه مارجین در نظر گرفته شده بود. خب و متوجه باشین در قسمت خود جستیفای باز ما چندین آپشن داریم که معمولا در متن‌های انگلیسی ما از جستیفای لو و جستیفای میدیم استفاده میکنیم. شما اگر متوجه شوین من این رو دوباره جستیفای میکنم. ببینید در قسمت خود دراپ داون از اگه بیایم چند آپشن دیگه هم داریم. جستیفای لو، جستیفای میدیم، جستیفای های. جستیفای لو هم اگر کنیم درست است، جستیفای میدیم هم اگر کنیم. میدیم باز یکم فاصله بین کلمات زیادتر میسازم، ولی جستیفای های هیچ وقت توصیه نمیشه چون فاصله بین کلمات بسیار زیاد میسازه و اگر ما بازی رو پرینت کنیم طرز خوانش از یکم مشکل ساز میشه، کلمات فاصله زیادتر است. ما در متن‌های انگلیسی معمولا از جستیفای لو و جستیفای میدیم استفاده میکنیم. پس دوباره ما متن خود سلیکت میکنم و میایم در قسمت دراپ داون می آپشن و جستیفای لو را انتخاب میکنم. پس متن ما چی شد؟ مرتب شد. حالا اگه دوباره بریم در قسمت پرینت رو ببینیم کنترل پی رو پرس میکنیم ببینید سمت چپ و سمت راست هر دویش بسیار به شکل مرتب و منظم است و این آماده پرینت است. ما شارتکت رفتم از شارتکت پرینت استفاده کردم کنترل پی. شما اگر میخواین میشه که از تاب فایل برین در قسمت تاب فایل باز بالا بیاین روی پرینت کلیک کنین و در این قسمت هم شما میشه که با مو صفحه پرینت بیاین. خب موضوع بعدی که باید شما اینجا بفهمین اگر من بخوایم این پاراگراف خودم مثلا یکم پیش ببرم، ما این پاراگراف اگر بخوایم یکم پیش ببرم شما چیکار میکنین؟ از این قسمت در قسمت پنل پاراگراف ما دو آپشن دیگه داریم، یکی دیکریز ایندنت داریم و یکم اینکریز ایندنت. اینکریز متن شما رو به سمت پیش میبره و دیکریز متن شما رو به سمت پشت سر یا به عقب میاره. من مثلا ببینید این متن پیش بردم به این شکل شد و اگر پس بخوایم این متن پشت سر ببرم پس میایم در قسمت دیکریز ایندنت و این پس پشت سر میبرش به این ترتیب. خب ایرام تفاوتش فهمیدیم و یک موضوع دیگه هم است در خود پنل پاراگراف لاین سپیسینگ مهم است. بعضی وقتا شما دیده باشین یک کتاب رو شما میخوانین وقتی که میخواین یک خطش رو میخوانین خط دیگه از پیش شما چی میشه؟ مس میشه، میرین به خط سوم. خط اول میخوانین خط دوم از پیشتون میمونه، خط سوم میخوانین. به خاطر چی؟ به خاطر که مثلا لاین سپیسینگ یا فاصله بین خطوط بسیار کم است، شما چشمتون بیخی و باریکی رو درک نمیکنن، میرین پس به خط سه میرین. خب این چطور ترتیب میشه؟ مثلا ببینید ما این پاراگراف ها را لاین سپیسینگ از زیر ببینید در این قسمت در پنل پاراگراف در این قسمت ما یک آپشن داریم به نام لاین اند پاراگراف سپیسینگ. روی از یک کلیک کنیم پاراگراف های ما مثلا با 1.15 شاید نوشته شده باشه او 1.15 انتخاب شده. اگر شما 1.5 انتخاب کنید ببینید یا 2 یا 2.5 یا من 3 انتخاب میکنیم که 3 توصیه نمیشه، بسیار لاین سپیسینگ زیاد است. ببینید فاصله بین خطوط بسیار زیاد شد. شما در بعض برنامه‌های ورد بعضی نوشته میکنین فاصله بین خطوط بسیار زیاد است، یک چند خط نوشته میکنین صفحه‌تون پر میشه. بنابراین شما باز نیاز به این دارین که فاصله بین خطوط کم بسازین. خوب تر این است که شما فاصله بین خطوط حداقل 1.15 یا 1.5 انتخاب کنین. من مثلا 1.5 انتخاب میکنم. بنابراین فاصله بین خطوط میشه نظر به این شما زیاد و کم بسازین. از این قسمت شما میشه که انتخاب کنین. خب اینال ما میخوایم یک دو شارتکت دیگر هم چون امیال ما رویش کار کردیم او رو براتون بگویم. ما جستیفای کردم پیشتر متن انتخاب کردم باز بعد از او آمدم در قسمت خود آپشن جستیفای و جستیفای انتخاب کردیم. شما بدون از اینکه شما بیاین در این قسمت آپشن ما شارتکت داریم، شارتکت جستیفای از کنترل جی. شما کنترل جی رو که پرس کنین خود برنامه ورد متنتون به شکل اتومات جستیفای میشه. مثلا ما اگر یک برنامه دیگر رو نو باز کنم یک صفحه جدید را و در این قسمت مثلا ما یک متن نوشته کنم
اینال ببینید این باز جستیفای نیست، سمت راست میبینید به شکل مرتب نیست. متن بعضی متن‌ها پیش اومده، بعضی متن‌ها پشت سر است، یعنی کلمات روی هم قرار ندارن. اگر ما بخوایم اینو جستیفای کنیم فقط شما کنترل A یک دفعه سلکت آل کنید، چون این آپشن ما پیشتر خواندیم این شارتکت را، فقط کنترل J را پرس کنید. کنترل J را که پرس کنید ببینید کلا به شکل جستیفای آمد. پس این شارتکت هم خوب است، کار ما رو بسیار ساده می‌سازه. خب و موضوع بعدی یک چیز دیگر هم متوجه باشین، بعضی وقتا ما مثلا نیاز داریم همین دیپارتمنت اف واتر سپلای که نوشته کردیم، ما برای مثلا اوتساید باردر میتونم. در این قسمت شما میبینید یک آپشن به نام باردر ما داریم. ما در باردر دراپ داون داریم، باردرهای متفاوت رو میشه انتخاب کنیم. مثلا باتم باردر فقط یک خط پایین برش میته، تاپ باردر برای میتونیم به ترتیب لفت باردر داشته باشه، رایت باردر و به ترتیب آل باردر، یا ما مثلا اوتساید باردر انتخاب میکنم. اوتساید باردر انتخاب کنم، یک باردر انتخاب کردم. برای هم یک شارتکت داریم، مثلا این پاراگراف خودم میخوایم که برای یک اوتساید باردر بتونم، شارتکت از این است که آلت بگیرین باز HBA، پس این میبینین یک اوتساید باردر گرفت. این شارتکت رو میخوایم براتون اینجا نوشته کنم. ببینین دو شارتکت را که شما باید همراهش آشنایی پیدا کنین. شارتکت اولی را ما پیشتر گفتیم که کنترل J است که جستیفای میکنم متن شما را، و دیگه ما گفتیم کنترل آلت HBA، شما آلت پرس کنین، باز H پرس کنین، باز B را پرس کنین، باز به می ترتیب A را پرس کنین، پس آلت HBA کلا میشه برای متنتان اوتساید باردر میته. من این شارتکت را کمی براتون فونت سایز زیر بزرگ بسازم. پس این دو شارتکت هم خوب است یاد داشته باشین، کنترل J به خاطر جستیفای کردن و آلت HBA اوتساید باردر میته. ما بعضی متن‌های خود میخوایم در یک باردر شامل کنیم، میخوایم اون متن برای ما بسیار مهم است و وقتی میخوایم پرینت کنیم در یک باردر باشه، شما میشه که از آلت HBA استفاده کنین، او برش اوتساید باردر میته. خب اینا رو بیاین که نمی شارتکت استفاده کنیم. مثلا ما اینجا یک متن داشته باشم، مثلا رنگ نوشته میکنم، این متن خود اندازه‌اش کوچک کم میکنم. خب این متن ماست، ببینید جستیفای نیست. ما اگر اولا بخوام میره جستیفای کنم چیکار انجام میدیم؟ شما سلکت میکنین و بعد از کنترل J را پرس میکنین، ببینید جستیفای شد. شارتکت دومی گفتیم ما اگر بخوایم این متن خود برای اوتساید باردر بتیم، آلت پرس کنین، ببینید آلت پرس کردم، خلاص الا بتین، بعد از H پرس کنین، بعد از B را پرس کنین و بعد از A را پرس کنین. پس اینی کلا انمو قسمت کرسر ماوس ما که بود اوتساید باردر گرفت. اگر کنترل Z کنیم شما باید داشته باشین اندو میکنه. همیشه ببینید یک چیز دیگر هم باید داشته باشین، این بسیار کاربردش وسیع است. شما در برنامه ورد بعضی اشتباه انجام میتین و میخواین که پس امو اشتباه رو میخواین که پاک کنین یا بکاپ برین، کنترل Z رو که پرس کنین امو اشتباهی رو که انجام دادید رو پس میشه شما پس سر برین، یعنی امو فعالیت رو که انجام دادید فعالیت دوباره پاک میشه، شما با امو یعنی قبلا چیزی رو که در برنامه داشتین امو برنامه اونمو چیزا موجود میباشه. مثلا مثلا کلا اینمی پاراگرافی که اینجا موجود است با کلا تمام این پاراگراف میخوایم که اوتساید باردر بتونم، پس آلت HBA را پرس میکنم، ببینید کلا به شکل اوتساید باردر گرفت. پس این دو شارتکت هم باید یاد داشته باشیم و برای فعلا پرکتیکال کار میکنیم، باز دوباره ادامه میدیم. با ادامه درس میریم. ادامه درس در قسمت پنل پاراگراف روی بولت صحبت میکنیم. ما اگر این برنامه ورد کلوز هم کنم و ایرون سیو کنم، در این قسمت ما یک برنامه ورد دیگه هم دارم، از اینجا میشه استفاده کنم. ببینید این را ما پاک میکنم. نفهم که چرا قطع وصل میشه، خب بازم نل درست. خب متوجه باشین در رابطه با بولت، مثلا ما اینجا یگان چیز نوشته میکنم، ببینید ما نوشته میکنم که آفیس، در خود پکیج آفیس چندین برنامه شامل است که ورد است، اکسل است، به می ترتیب اکسس است، پاورپوینت است و به می ترتیب چیزای دیگه که داریم اوتلوک است و چندین برنامه دیگه که داریم در برنامه پکیج خود آفیس. ولی مثلا اگر نوشته کنم دیگه چیزی که نوشته کنم که مثلا فاکولتی آف واتر ریسورسز، امی خود پنزه انجینری منابع آب نوشته کنم و دیگه مثلا دیپارتمنت هایی که اینجا موجود است، دیپارتمنت آبرسانی است، دیپارتمنت هایدرولیک است و ساختمان‌های هیدروتکنیکی و دیگه ما دیپارتمنت تاریخ و اقتصاد رشته‌ای است.
به این شکل است. اگر ما به این ترتیب یک نوشته کنیم بنان بسیار مفهوم از این گرفتن نمیتونه، بسیار منظم نیست. همیشه ما اگر بخوایم از بولت استفاده کنیم، یکی از پرپوز یا هدف بولت نمی است که بر ما متن ما را آن فهم میسازه و وقتی که یک چیز را ما میخوایم لیست کنیم پس باید از بولت استفاده کنیم. متوجه باشین که این موضوع بسیار یک موضوع مهم است و اکثرا از این استفاده میکنیم ما. اینا ببینید ما اگر برام کلش سلیکت کنم و این را انتخاب کنم و بیام در قسمت بولت میبینین اینی به نام بولت یاد میشه، بولتس. روی از یک کلیک کنم ببینین کلا ناله بولت گرفت و ولی بازم این مشخص نشده، آن فهم نشده، به خاطر از اینکه آفیس هم است، ورد هم است، پنزه هم است، مفهوم گرفتن نمیشه که چی رقم است موضوع. بنام چی کار میکنیم متوجه باشین وقتی که شما میخواین از بولت استفاده کنین، در بولت دو موضوع است باید داشته باشین. یکی ما مین بولت داریم، یکی هم سب بولت داریم. یکی بولت های اصلی است، اساسی است، یکی هم بولت های چی است؟ فرعی است. اینا رو ببینید در خود آفیس باز ما ببینید به وردمون هم بولت دادیم، اما یک تفاوت باید باشه. آفیس پکیج آفیس یک مین بولت باید بگیره به خاطر که یک موضوع بزرگ است و ورد و اکسل و اکسس اینمی چی هستن؟ جزش است. پس یا باید سب بولت بگیره. خیلی چی کار میکنیم شما اینمی قسمت ها که است آوتلوک، پاورپوینت، اکسس و اکسل و ورد رو چی کار کنین شما فقط یک تاب پرس کنین، پرس تاب کنین ببینین ناله مشخص شد. یعنی ببینن که آفیس پکیج آفیس اینی برنامه را در خود داره و به می ترتیب وقتی که ما میگیم فاکولتی اف واتر ریسورسز یا پنزه انجینری منابع آب بنان اینی دپارتمنت ها را در خود داره. پس اینو یک تاب پرس میکنیم اینال بسیار مشخص شد، مین بولت ما مشخص شد و به می ترتیب سب بولت ما مشخص شد. به این شکل میشه که ما نوشته خود انجام بدیم. اینا ما میفهمیم که یک آفیس پکیج داریم، یکی هم پنزه انجینری منابع آب است که به این شکل دپارتمنت ها داره و به این شکل اون اجزای چیش است؟ اجزای فرعیش است. پس از این بولت استفاده کردیم. در خود بولت ما انواع مختلف بولت های دیگه داریم. مثلا اگر ما رسلکت کنم ببینین در این قسمت دراپ داون شکل کنیم بولت ها به شکل متفاوت است. شما میشه به این شکل هم ببینین هر آیکن را که خوش داریم. من مثلا این آیکن دیگر انتخاب میکنم. پس اول میبینین که مین بولت ما را آیکنش تغییر شد. هر آیکن را که شما خوش دارین میشه که از اون آیکن ها استفاده کنین و یا شما میشه که بولت انتخاب نکنین به شکل شماره گذاری استفاده کنین از نوع شماره گذاری. مثلا این قسمت را نمبرینگ کلیک کنین ببینین شماره 1 آفیس، شماره 2 فاکولتی. باز این قسمت ABCD با حروف کوچک کنمو اجزایش نشون میده. یعنی جزء یعنی ورد اکسل جزء از آفیس است و این دپارتمنت هم جزء از این 15 است. شما میشه که بغیر از این میشه که از یک چیز دیگه استفاده کنین. در این قسمت در مولتی لیول لیست استفاده کنین. در این قسمت من این رو انتخاب میکنم. این بسیار مقبول است. میبینین یک یعنی امو جزء اصلی ما است و در این قسمت یک یعنی اونمو جزء فرعی از عنوان ما. یکی دو یعنی اصلا خود بخش اول است ولی جزء دوم یا بخش اول جزء سوم و در این قسمت هم میبینید که مثلا 2 3 که نشسته یعنی جزء خود یعنی بخش دوم جزء سوم به این شکل نشان داده میشه یا بسیار یک فرمت مقبول است. میشه شما از این نمبرینگ یا مولتی لیول تکست استفاده کنید. از اعداد رومی نشان میده به شکل حروف انگلیسی نشان میده، با حروف بزرگ انگلیسی یعنی خودمو بخشای اصلی رو نشان میده و با حروف کوچک جزء فرعیش نشان میده. میشه که شما از این قسمت هم انتخاب کنید. خب اینا میایم در قسمت دیگه. اگر ما بخوایم اینمی کارا در زبان دری یا زبان پشتو انجام بدیم چی کار میکنیم؟ اینو من پاک میکنم، آلت شیفت انتخاب میکنم و به این ترتیب دایرکشن رو به سمت راست میبرم. من اینجا مثلا نوشته میکنم که پانزه انجینری منابع آب است و دپارتمنت مثلا آبرسانی است، دیگر مثلا دپارتمنت هایدرولیک نوشته میکنم به این شکل. اینا رو من میخوام این دو دپارتمنت را ربط بتونم به این 15. یعنی یکش باید مین بولت بگیره، یک هم چی بگیره؟ سب بولت بگیره. خب چی کار میکنم؟ اولا نرسیش اگر انتخاب کنم و برای این بولت بتونم، یک مشکل وجود داره. بولت ها را از سمت چی گرفت؟ از سمت چپ. و این مشکل دیگه چی است که بولت زیر بولت نامده، در فاصله های مختلف آمده نظر به متن. مشکل در چی است؟ میفهمین؟ مشکل در این است که پیشتر براتون گفتم همیشه زمانی که شما زبان را از زبان انگلیسی به دری تبدیل میکنین، یکی ما دایرکشنش تبدیل کردم، دایرکشن های فرعی را تبدیل کردم به سمت راست بردم، دایرکشن اصلی را تبدیل نکردیم. پس شما میایین در قسمت بالا در این قسمت چیزی را که ما داریم right to left text direction، اینی دایرکشن اصلی ماست. پس اینو من رویش کلیک میکنم، اولا سلکت میکنم، بعد از این سلکت کلیک میکنم رویش و بعد از دایرکشن فرعی خودم تغییر میدم، به سمت راست میبرم. پس الان ببینید بسیار به شکل منظم بولت ها سمت راست است و ولی بازم یک چیز متوجه باشین، این هر سه بولت به این معنی که هر سهش یعنی جزء اصلی باشه.
ولی تو نیست. باید فقط 15 بولت داشته باشه و این دو دپارتمنت ها بولت های فرعی بگیرن که تفکیک شود که این دو دپارتمنت مربوطش میشه. پس فقط یک تب پرس میکنین. اینال بسیار منظم آمد. میشه که سلکت کنیم، از خود شکل بولت ها میره تغییر بدیم، یک بولت دیگه برازی بگیریم به این شکل. 15 انجینری منابع آب است و دو دپارتمنت هم به این شکل آمد. خب و اینال اگر شما اینو کلیک انتر کنین، ببینین انتر کنین چی کار کرد دیگه. سب بولت گرفت. یک چیز متوجه بشین، وقتی که شما انتر میکنین، پرس انتر میکنین، خود اینمو بولت های فرعی ادامه پیدا میکنه. ولی نه، مثلا من میخوام نام یک 15 دیگر رو نوشته کنم، باز با 15 دیگر نام های دپارتمنت بتم. شما چی کار میکنین؟ یک دفعه که انتر کردین دوباره باز انتر کنین. پس ببینین نال چی شد؟ پس مین بولت گرفته شد. مین بولت رفتیم در قسمت مین بولت و اینجا مثلا من نوشته میکنم این دفعه مثلا 15 کامپیوتر ساینس. اینجا دیگه میشه که چی کار کنیم؟ برازی چی کار کنیم؟ تاب پرس میکنیم، میشه که برازی سب بولت هم براش بدیم. به می ترتیب من دپارتمنتایش نمیفهم، میشه به این شکل دپارتمنتایش هم نوشته کنیم و به می ترتیب خلاص. و زمانی که شما میخواین مین بولت دوباره به مین بولت برین، فقط دبل انتر کنین. دبل انتر پس به مین بولت میره. خب اینم ما دوباره پاک میکنیم. این موضوع هم خلاص است. خب من دوباره زبان تغییر میتم، ارت شیفت میگیرم و انگلیس شد. دایرکشنش هم تبدیل میکنم، دایرکشن اساسی که دایرکشن فرعی. اینال ما اگر در این قسمت نوشته کنم، مثلا یک سوال نوشته میکنم، یک سوال نوشته میکنم که واتر سپلای چی است. شما برازی مثلا ما 4 گزینه میتم، چی کار میکنم؟ شما یک نوشته کنین دات بتین، درست است؟ یک دات با اسپیس کنین خودش بولت تشکیل میشه. شما باز نوشته کنین 4 جا بشه، انتر کنین 4 گزینه گرفت. گزینه پنجم میخواین نباشین، دوباره انتر کنین، پس میشه که یک سوال دیگه طرح کنین. سوال دیگه، این دفعه سوال دیگه رو میخوایم که 4 جوابش باشه، 4 گزینه که جواب داره، هر کدامش به حروف کوچک باشه، با حروف A B C. پس A خورد نوشته کنین، دات کنین، اسپیس بتین. ببینید پس میشه که به این شکل انتر کنین و 4 گزینه بتین. و این گزینه دیگه که اومد رو نمیخوایم، دوباره انتر کنین، دبل انتر یعنی کنین. پس میشه که به سوال بعدی پیش برین. و این دفعه اگر ما میخوایم که سوالات ما یعنی همو گزینه‌هاش به حروف بزرگ باشه، پس A دات با اسپیس. به این ترتیب میشه که شما چیکار کنین؟ گزینه بتین. به این ترتیب میشه که شما سوالات امتحان یا سوالاتی را که میخواین به یک جای نوشته کنین، به این شکل میشه که شما ترتیب بتین. اینال در این قسمت ما مثلا به 1 2 3 4 نوشته کردیم، شما اینی 1 2 3 4 را خوش ندارین که میگین باید حروف کوچک می بود. شما میان در این قسمت از شماره گذاری میشه تغییر بتین با حروف کوچک و به این شکل یک براکت یک قوس هم به خود میگیره. میشه اشکال مختلف بولت را انتخاب کنین نظر به هر کدام استایلش که خوشتون میاد. خب این موضوع پاراگراف ما بود. موضوع پاراگراف در اینجا خلاص است. میایم در قسمت استایل. خب متوجه باشین استایل در این قسمت ببینید انواع مختلف استایل ها وجود داره. من میخوام از این استایل ها استفاده کنم. پس من اگر مثلا یک عنوان داشته باشم و به این شکل من متنم داشته باشم، خب اینالی من این متن خود کمی واضح تر بسازم و فونت سایزش هم بزرگ کردم. بعضی ها چی کار میکنن؟ این قسمت پاراگراف هم میبینید برای یک هیدینگ میتن به این شکل. کی کار اشتباه است؟ هیدینگ به خاطر چی استفاده میشه؟ طور از نامش پیداست. هیدینگ یعنی برای عنوان استفاده میشه. شما باید هیدینگ برای چی بتین؟ برای عنوان. پس اینجا ببینید انواع مختلف هیدینگ وجود داره. هیدینگ 1، هیدینگ 2، هیدینگ 3 چی به درد میخوره؟ اینا من مثلا فایدهش براتون میگم. ما اگر این عنوان رو تبدیل بکنم به کامپیوتر و یک موضوع دیگه داشته باشیم در رابطه با مثلا سافت و در این رابطه هم یک متن داشته باشیم و به می ترتیب در رابطه با هاردویر هم یک متن داشته باشیم و به می ترتیب در رابطه با خب اینمی هاردویر نباشه، مثلا در این رابطه مثلا سافت ما تشریح کردیم، بعد از سافت در رابطه با سافت سیستم صحبت کردیم. خب متن اخیری رو در رابطه با مثلا هاردویر صحبت کردیم. به شکل اینا ببینین هیدینگ ما چگونه استفاده میکنیم. وقتی که شما میخواین هیدینگ ترتیب بدین، باید شما مثلا هیدینگ من انتخاب میکنین به معنی که متنتون و عنوانتون باید عنوان اصلی باشه. به خاطر از اینکه شما ببینید ما عنوانی که دارم یکی کامپیوتر است، هاردویر است، سافت‌ویر است، هاردویر سیستم است. خود کامپیوتر عنوان اصلی است. به خاطر از اینکه هاردویر و سافت‌ویر مربوط به کامپیوتر میشه و زمانی که با سافت‌ویر سیستم گفتیم بازو سافت‌ویر سیستم مربوط به سافت‌ویر میشه. یعنی کامپیوتر شد باز سافت‌ویر شد، باز جزء فرعی خود سافت‌ویر باز سافت‌ویر سیستم است. پس من اول هیدینگ یک به می خود کامپیوتر میتم. این کامپیوتر یک کامپیوتر عنوان اصلی است، این هیدینگ یک دادم. باز میایم پایین
در قسمت سافیر بر از این هدینگ 2 رو انتخاب میکنیم. ببینین روی هدینگ 2 انتخاب میکنم و بعد از اون میایم پایین و در این قسمت سافیر سیستم است، چون این جزء از خود سافیر است. این مثلا هدینگ 3 میتونم، هدینگ 3 و به می ترتیب هاردویر باز یک عنوان بعدی میشه، یک جزء فرعی دیگه است. بر از این میشه مثلا چی انتخاب کنم؟ هدینگ 4 انتخاب کنم به این ترتیب. ایرام هدینگ 2 میتونم به این شکل انتخاب میکنم. خب اینا ببینین خوبی از این در این است که اگر ما بعض وقتا اگر تیبل اف کانتنت ارائه میکنیم، یعنی همون فهرست مطالب را بر ما بسیاری سهولت ایجاد میکنه. مثلا ببینید ما اینجا انتر میکنیم، اینجا میخوایم تیبل اف کانتنت ارائه کنیم، چون این ما نخوندیم ولی پسانتر باز میخونیم در قسمت رفرنس ما تیبل اف کانتنتس اگر اد بکنیم به شکل اتومات. خب هاردویر ما باید هدینگ 3 انتخاب کنم. خب شما اینا متوجه هستین؟ ما داریم کامپیوتر که عنوان اصلی ماست، باز بعد از اون عنوان فرعی ما سافیر است و بعد از سافیر سیستم ای امرایش مرتبط آمده، چون این جزء باز فرعی از خود سافیر است و هاردویر باز یک موضوع فرعی دیگه ماست. به شکل تیبل اف کانتنتس وقتی که ما میخوایم فهرست مطالب باز بسازیم بر ما بسیار کمک میکنه. از این هدینگ ها میشه که یعنی هدینگ ها رو باید انتخاب کنیم، چون وقتی که میخوایم فهرست مطالب بسازیم ما نیاز به این نداریم که خود ما اون صفحه رو نوشته کنیم. ببینین صفحه رو خودش آورده که صفحه 1 از صفحه 2. بعضی کسا شما دیده باشین که فهرست مطالب ترتیب میکنن، خودشان هم عنوان نوشته میکنن هم صفحه خودش نوشته میکنه که این کار بسیار یک کار سخت است دیگه. شما اگر 50 60 صفحه عناوین داشته باشین هر کدامش خودتون مانوالی نوشته کنین، شما چیکار کنین؟ هدینگ استفاده کنین، عنوان اصلیتون رو مشخص کنین، عنوان فرعیتون باز به اون عنوان چی بتین ربط بتین. به این شکل فهرست مطالب اتومات میشه درج کنین، صفحاتشون خودشون ترتیب میتن. پس این بسیار یک کار خوب است که شما هدینگ ها رو مشخص بکنین. خب این تیبل اف کانتنت ما دوباره پاک میسازم به این شکل است. خب یک موضوع دیگه هم در خود میتاب هم مانده. موضوع بعدی ما در رابطه با فایند است. ببینین مثلا ما به این شکل یک متن داریم و ما مثلا در این متن خود من نیاز دارم یک چیز را پیدا کنم، یک کلمه را مثلا پیدا کنم، فقط مثلا در جستجوی یک کلمه هستم. شما چیکار میکنید؟ ببینید پالی پنل استایل یک پنل دیگه داره به نام پنل ادیتینگ. در این قسمت یک گزینه به نام فایند وجود داره. شما روی فایند کلیک کنین. وقتی که روی فایند کلیک کنید براتون میگه که شما چی رو میخواین پیدا کنین. من میگم که ویدیو رو میخوایم پیدا کنم، هر جایی که ویدیوز برام پیدا شه. ببینید ما ویدیو نوشته کردم، هایلایت میبینید که برنگ زرد شده. این کلا یعنی کلمات در اینجا ویدیو نوشته شده. هر کلمه‌ای که من میخوایم، مثلا من میخوام کلمه آنلاین رو سرچ کنم، آنلاین، پس تمام کلماتی که دیگه در برنامه ورد آنلاین وجود داره رو بر من برنگ زرد هایلایت میکنم. خب این به خاطر فایند است. میشه که یک کلمه رو دیگه پیدا کنیم. خود نمی آپشن فایند اگر دوباره بیایم یک دراپ داون داره، یک آیکن داره، روی آیکن اگر کلیک کنین ما یک قسمت دیگه داریم ادوانس فایند، یعنی به شکل پیشرفته پیدا میکنم. ما در اینجا مثلا میگه فایند ورد چی رو میخوای پیدا کنی، میگم که برای ما ویدیو رو پیدا کنین. پس وقتی که روی فایند نکست کلیک میکنم ببینید برام مشخص میکنه. ببینید که اینجا فایند است سیلکت شده سیاه و دوباره فایند نکست ویدیو دیگه رو برام پیدا میکنه و می ترتیب فایند نکست ویدیو. هر جایی که ویدیو است وقتی که فایند نکست کلیک میکنم روش برام پیدا میکنم. خب شورتکت از اینکه ما چگونه میشه که از این فایند استفاده کنم، فقط شما کنترل اف پرس میکنین، کنترل اف پرس میکنین و میشه که شما هم کلمه‌ای که نیاز دارم، مثلا من هلپ سرچ میکنم، کلمات هلپ که است پیدا میکنم برام. پس شورتکتش کنترل اف است و در خود فایند ما رفتیم یک دراپ داون دیگه هم داشتیم که ادوانس فایند بود. یک چیز دیگه هم باید داشته باشین، در قسمت پایین شما میبینید یک آپشن است به نام ریپلیس. خود ریپلیس میشه که از این آپشن فایند هم فعال بسازیم. در قسمت فایند که برین در قسمت باز ادوانس فایند اینجا ما داریم یک گزینه به نام ریپلیس، اینجا میشه انتخاب کنین. مثلا من میگم که فایند ورد ویدیو رو میگم پیدا کو برام. مثلا ما اشتباه کردیم، جایی که ویدیو نوشته کردیم که تصویری است، درست است، مثلا ما باید اون صوتی نوشته میکردیم، باید آدیو می بود، یعنی ما با جای آدیو ویدیو نوشته کردیم، اشتباه کردیم. اینا شما اگر برین هر جایی که ویدیو نوشته شده متن بخواید او رو با آدیو تبدیل کنین خب بسیار وقت میگیره. شما چی کار میکنین؟ از ریپلیس استفاده میکنین. ریپلیس یعنی جاگزین میکنه، جانشین میکنه. چیزی که مثلا ویدیو نوشته کردیم جانشینش میگم این نباشه، جانشینش باشه آدیو باشه، صوت باشه. پس من میگم ریپلیس کو کات چی آدیو. اینا ببینید من میگم که فایند نکست ویدیو است، درست است. اینو میگم که ریپلیس میکنم. ببینید ویدیو به آدیو تبدیل شد.
باز ویدیو به آدیو. اما اگه این رقم ادامه بدم این رقم ریپلیس کنم خیام بسیار چی کار میکنه وقت من از یاد میگیرم. مثلا من اینا اگر یک متن داشته باشم به این شکل یک متن داشته باشم یک متن بسیار بزرگ باشم و در این قسمت ما اگر بخوایم که یک کلمه را ریپلیس بسازم ببینید در خود ادوانس فایند هم رفته میتونیم در قسمت ریپلیس یا خودتون میشه مستقیما روی ریپلیس کلیک کنید. در اینجا کلیک کنین مثلا من میگم که فایند ویدیو رو پیدا کنین و ریپلیس کنین به چی آدیو. یعنی ببینید من ریپلیس میکنم هر ویدیو رو به آدیو ریپلیس میکنم. اما این بسیار وقتگیر است که شما هر کدامش ریپلیس میکنین برن از چی استفاده کنین از ریپلیس آل. یعنی ریپلیس آل به این معنی که تمام کلماتی که در برنامه ورد ویدیو است کلش به آدیو تبدیل کنین ریپلیس کنین کاتش. پس من میگم ریپلیس آل و اینجا براتون یک چی هم میتا یک نوتیفیکیشن میگه all done we made 17 replacements. تمامش میگه 17 ویدیو بود که ما کل ویدیو رو باز به چی تبدیل کردیم به آدیو. یعنی تمام کلمات رو که شما می‌خواستین ریپلیس کنین 17 کلمه بود. میگم کلش ریپلیس هم شده میگم اوکی. پس این هم گزینه چی بود؟ ریپلیس که ما از ریپلیس استفاده کردیم. خب یک اپشن دیگه هم در اینجا موجود است در خود می دراپ داون فایند کام که میرین قسمت چی وجود داره؟ گو تو. شورتکت فایند براتون گفتم کنترل اف، شورتکت ریپلیس کنترل اچ و شورتکت گو تو هم میشه کنترل جی. شما روی کنترل جی پرس کنین یا گو تو برین. گو تو چی کار میکنه؟ بر ما و مصفحه میره. صفحه‌ای که شما میرین. مثلا من میگم که ما در صفحه اول هستم میگم به صفحه 5 برم. فقط شما پیج 5 نوشته کنین برین گو تو. پس نالی صفحه را که میبینین صفحه چندم است؟ صفحه 5 است. مثلا بعض وقتا شما در صفحه 5 مثلا مستقیما میخواین به صفحه اول برین. در کنترل جی برین نوشته کنین یک و بگین که گو تو. شما مستقیما به صفحه اول میایین. علاوه از اینکه گو تو به خاطر صفحه به کار میره با آپشن های دیگه هم به کار میره. مثلا میشه که تازه به لاین بریم. مثلا در برنامه ورد ما متنایی که نوشته کردیم میگم ما به صفحه چند برم مثلا به صفحه مثلا به لاین به خط مثلا 23 خط 23 برام پیدا کنه. پس من وقتی که گو تو را رویش کلیک میکنم ببینید اینی خط کرسر ما اومده اینجاست. پس اینی خطی که اینجا موجود است این خط حتما خط چندم است؟ 23. ببین که تشخیص هم کنیم که راستیم خط 23 است. یعنی من در قسمت لیاوت و در اینجا مثلا من میام روی لاین نمبرز کانتینیوس انتخاب میکنم. ببین خطم آمد. خط چندم است؟ 23 است. پس توسط گو تو دانستیم که به خطی که ما مد نظر ماست به اون خط به شکل مستقیم بدون از اینکه ما از برنامه ورد حساب کنیم. مثلا یک کس براتون کامنت میده به این شکل این ورد یا برنامه‌ای که به متنی که به ما روان کرده میگه خط 20 غلط است. خط 20 میگه اشتباه داره. بعد دیگه هایلایت نکرده فقط گفته که خط 20 اشتباه داره. شما که از اول حساب میکنین 1 2 3 خب بسیار وقت نمیگیره. شما چیکار میکنین؟ کنترل جی میرین در قسمت گو تو فقط 20 نوشته میکنین در لاین انتر میکنین خط 20 براتون میکشه. پس به این شکل میشه که شما استفاده کنین. خب بر امروز درس کفایت میکنه. ادامه درس باز بخیر فردا پیش میریم.